این تقریبا گرونترین تخت خواب تو کل دنیاست. نباید روش خط بیفته. چرا این تخت خواب اینقدر گرونه؟ هر چیزی که در اینجا میبینید کاملا با دست ساخته شده. این گوشه ها در واقع شاگرین هستن. چی؟ داخل تشک‌ها موی دم اسب وجود داره. موی دم اسب؟ آره، موی دم و اگه اسب. کسی بخواد اینو بخره این تخت خواب چقدر واسش در میاد؟ این لحاف، این ملافه ها، این 3 تا تیکه تقریبا میشه $700,000. وای، آره. بیاید امتحانش کنیم. وای. وای چه خفنه. یه جورایی سفته اما نرمم هست. خیلی جوابه. این تخت خوابیه که دریک توش میخوابه. دلم میخواد تا آخر عمرم همینجا بخوابم. با الیاف بیشتر بدن شما ریلکس میشه، بنابراین همه لایه‌ها نرم و محکم هستن. کل تشک از این الیاف ساخته شده. پسر شب بخیر.